دوستای عزیز گرامی، عملیات کیسه صفرا کدام خطرات در قبال خود داره؟ در ادامه ویدیو با ما باشید، این را توضیح میدیم. دکتر ایملا سلطانی هستم، متخصص جراحی عمومی و سرطان ها. دوستای عزیز، یکی از سوالایی که همیشه از طرف مریضا مطرح میشه این است که اگر من کیسه صفرای خود عملیات بکنم چه خطرات داره این عملیات؟ دوستای عزیز، قسمی که هر عملیات جراحی یا با مقدار کم یا با مقدار زیاد خطرات در قبال خود داره، عملیات کیسه صفرا هم مستثنا نیست. عملیات کیسه صفرا هم یک تعداد خطرات خود داره. امروزه در تمام جهان عملیات کیسه صفرا یکی از شایع‌ترین عملیات های دنیا است که با طریقه های مختلف انجام داده میشه. بسیاری از جراح‌ها به صورت باز عملیات میکنن کیسه صفرا را، بعضی جراح‌ها به شکل لپاروسکوپیک و در بعضی کشورها که امکانات زیاد هستند به شکل روباتیک هم این عملیات صورت میگیره که هر کدامش فواید و اضرار خود داره. خب دوستای عزیز، خطراتی را که میتونه عملیات کیسه صفرا در قبال خود داشته باشه، او خطرات چی است؟ یکی از این خطرات خونریزی است. میتونه جرحه عملیاتی و یا میتونه ساحه کیسه صفرا، چون در او ساحه هم رگای بسیار خاص تیر شده و وجود داره، اگر کدام تخریبات در او رگها صورت میگیره میتونه خونریزی های دوامدار و خونریزی های بسیار تهدید کننده حیات در او حالت رخ بده. خب یکی از خطرات دیگهش منتن شدن یا میکروبی شدن جرحه عملیاتی است. جایی را که ما شق میکنیم یک مدت زمان بعد میشه که او ساحه چرک بکنه که با پانسمان ها و با میتود های مختلف و قبول شده جراحی او میتونیم که او انتانات کنترل بکنیم و مریض بهبود پیدا بکنه. بایل لیک یا لیک شدن کیسه صفرا یکی از اختلالات، یکی از خرابی های دیگه عملیات کیسه صفرا است که اگر نلکه های مجاور و نلکه هایی که نباید در او تخریبات صورت بگیره، اگر از پیش دکتر اون نلکه ها تخریب میشه و یا یک نلکه اضافی در کیسه صفرا وجود می داشته باشه که او باز میمانه، این میتونه که بایل لیک و یا لیک شدن کیسه صفرا را در قبال خود داشته باشه. یکی از مشکلات دیگه که میتونه به تعقیب عملیات کیسه صفرا در نزد مریض رخ بده و عبارت از تخریبات اعضا و ساختمان‌های مجاور کیسه صفراست. به طور مثال میتونه که معده از پیش دکتر زخمی شوه، میتونه روده ها زخمی شوه، میتونه که جگر مریض کم تخریب شوه و یا میتونه به صورت ناگهانی رگ‌های خونی که در مساحه وجود داشته باشن اونا میشن تخریب شون و از وا خونریزی‌های بسیار خطرناک رخ بده. میتونه مشکلات دیگه که از بود انستیزی وجود داره و یا از بود دوا وجود داره در عین زمان برای مریض رخ بده که هم خودش میتونه خطرات خود در قبال داشته باشه. خب وقتی که عملیات نزد مریض صورت گرفت، با وجود از اون یک مقدار مشکلات میتونه به مریض رخ بده. به طور مثال دردهای شکم برای مریض باقی بمونه، نفخ و باد برای مریض باقی بمونه، یک مقدار سیری زودرس که به نام ارلی ستایتی برش ما میگیم این برای مریض ایجاد شوه و این دردها میتونه به طرف شانه راست مریض انتقال بکنه. این مشکلات برای مریض پیدا شوه، اسهالات موقت و گاه برای مریض ایجاد شوه و عدم تحمل غذاهای شحمی برای مریض پیدا شود که باز توصیه های خاص خود داره که برای مریض ما میگیم که غذاهای شحمی را کمتر بخور، غذاهای خود به دفعات بیشتر بخورن، مثلا در 24 ساعت 3 وقت نه بلکه 4 وقت یا 5 وقت بخوره اما با مقادیر کمتر استفاده بکنه. غذاهایی که فایبر زیاد داره مثل سبزیجات و میوه‌جات این چیزا رو استفاده بکنه، بیشتر میوه‌جات استفاده بکنه. این مشکلات ازیام تا اندازه توسط ازی مانورها و پروسیجرها میشه که رفع شود. خب چه وقت خطر از این عملیات بیشتر است و بالاتر است؟ دوستای عزیز، زمانی که کیسه صفرا چرک کرده باشه، اگر توسط جراح ماهر عملیات نشوه خطرش بالاتر است. میتونه که ساختمان هایی که در مجاورت کیسه صفرا که قبلا هم در موردش صحبت کردیم اینو از پیش جراح تخریب شوه و سبب ایجاد مشکلات برای مریض شوه.
زمانی که کیسه صفرای مریض سوراخ شده باشه، آبسه در اطرافش تشکل کرده باشه، در این مواقع عملیات کیسه صفرا بسیار بسیار خطر داره و تا که جراح بسیار ماهر و جراح بسیار کارکشته نباشه، ممکن بعض خرابی ها در نزد مریض ایجاد شود. خب مریضی که بسیار چاق باشه عملیاتش مشکل است که در اینجا با اکثرا با تعداد اسیستانت های خود زیاد میکنیم تا اینکه بتونیم این عملیات بدون خطر در نزد مریض انجام بدیم. مریضایی که سیروز جگر داشته باشه، مریضایی که قند خون بالا داشته باشه، مریضایی که فشار بلند خون داشته باشه و سال مریضای مترافقه اگر مریض می داشته باشه، عملیات کیسه صفرا میتونه در نزد مریض خطر ایجاد بکنه. حتی مریضایی که عمر زیاد داشته باشند، مریضایی که سنگ کیسه صفرا زیاد از کیسه صفرا به نلکه های عمومی دریناژ صفرا مهاجرت کرده باشه، عملیات کیسه صفرا در نزد زیا نسبتا مشکل تر میشه و تا مهارت جراح بالا نباشه مشکل است. خب روی هم رفته عملیات کیسه صفرا یکی از ساده ترین و آسان ترین عملیات های جراحی عمومی بوده، اما در صورتی که با دقت کامل توسط جراح ماهر انجام داده شود. در غیر از اون میتونه تا سرحد مرگ مریض ببره. با تشکر از شما دوستای عزیز. اگر میفهمین ویدیوهایی را که ما میسازیم برای افزایش دانش صحیتان کمک کننده است و شما از این ویدیوها در زندگی روزمره تان استفاده مفید میکنین، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب و علامه زنگوله را برای ویدیوهای جدید فعال بسازین و اگر کدام نظریه یا دیدگاهی داشته باشین در کامنت با ما شریک بسازین. تشکر.